میخوایم از عقابی در بیایم دیگه. من نگین عقاب عزیزم. فاینه من این حفاظت رد میشه. پشت نه داداش چی شده؟ وایسا چی شده؟ اوکی بگو چی شده؟ سلام به گنگستر دوست داشتنی بچه‌ها، اینجا کانال شخصی من محسن تکیان هستم. یک کلیپ می‌خوایم بگیریم از خنده بترکیم. چی میگی؟ قضیه چیه؟ نگار آوردم اینجا دیگه، می‌خوایم از عقابی در بیایم دیگه. من نگین عقاب. چی شده؟ چی شده؟ نه بچه‌ها نگار در نقش دوست دختر من قراره با هم دیگه تو پارک قرار بذاریم، خواهرمو بکشونم اینجا بگم آقا نگار میخوام با هم خواستگاریم دیگه. چه خبره؟ میخوام برم خواستگاری. گل منو بده عزیزم، گل برای گل. آها چندش. مرسی. آقا داستان از این قراره که میخوام زانو بزنه. آفرین، میخوام خواهرمو این شکلی اذیت کنم، ببینم واکنشش چیه. من به یه دختر خیلی محبت کنم، خیلیا نگم براتون چجوری. تا آخر کلیپو ببینین، خیلی خفن میشه. مطمئنا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. لایک کن. آفرین، دیدی لایک کرد؟ آره. شما بگو لایک کن. لایک کنی. آفرین. چقدر دختر خوبیه. خود دختر از این بهتر از کجا میخوای گیر بیاری؟ خیلی دوستتون دارم. تا انتهای کلیپو ببینین. گل نمیخوای؟ عزیزم چرا؟ برا نگار گرفتم. نگار؟ آره. نگار کیه؟ گفتم بهت دیگه. کی گفتی؟ دیگه قرار از دوست به از سینگلی در بیام. عقاب نبودی گنگسته. نه جدی دارم میگم، میخوام دیگه از سینگلی در بیام و قرار حالا میادش اینجا. میاد اینجا؟ آره دیگه میاد اینجا. یا بریم پارک این بود؟ آره دیگه. نگار میخواد بیاد؟ نگار خانم. چی گفت؟ نگار خانم عزیزم میخواد بیاد. خیلی اوضاع خیته. هزینه کردم گل براش گرفتم بهش تقدیم کنم و عزیزم و از این حرفا. نه ولی خدای باش خوش رفتار باش. حالا ببینی خوشه. نه جدی ببینی خوشت میاد ازش. چی ما ندیدیم فقط شنیدیم. دختر خوبیه. عکسش نشونم بدم. دیگه باید ببینی که ندیدیم. حالا میاد میبینه. یه پیش زمینه داشته باشه. بابا میاد میبینیش. چی پیش زمینه چی؟ اول دادی عکس نشونم بده. عکس چی نشون؟ نه خودش از عکساش بهتره. بذار خودش بیاد ببینیش. خوش عکس نیست؟ نه خوش عکسه. کلا خوبه، دختر باحالیه، خوبه، خوشخنده است، رفتارش اوکیه. باحال. آره. باحال میپسندی؟ آره دیگه. چجوری بپسندم؟ راست میگی، باحال بودن. گلا بونه میده جلوی زشت نیست. چه میدونم. نه جدی میگم. نه یه گل معصومیه. گل به زیباییشه. آره. سلام، چطوری نگار؟ خوبی؟ چه خبر؟ چه خبر؟ خوشگلم اومد. مرسی. نگار فاطمه نگار. مرسی. آبجیمو که میشناسی دیگه، بهت گفتم آبجیمو اینا. آره. مرسی بچه‌ها، بشین. میخوای محسن تو این ور بشین، منو نگاه کنار با هم بشین. با هم بیشتر. اگه خب بیا عوض کنیم. تو بیا این ور. نه هم این ور بشین، من پیشت باشم، پیش خواهرت نشین. هر چی تو بگی اوکیه دیگه. خب میخوای شیفت بدی منم این ور بشینم؟ نه اینجا بشین. بشین دیگه اوکیه. یادم رفت نگار. آره تو گرفتم عزیزم. دست گل برات گرفتم. میدونستم گل دوست داری، بعد دیگه گل گرفتم. گل برای گل. عالیه، خیلی خوبه، خیلی عزیزم. مرسی. چه خبر؟ تو خوبی؟ سر کار اومدی؟ آره. بهت گفتم که گلا رو مال منه. هم مال شما. سالی که ببینمه. دوست ندارم. این محسن برام گرفته. نه شوخی میکنم بابا، بده یکم گلا رو ببینه دیگه. نه واقعا نمیخوام، انگار گل چرا؟ من واقعا گفتم. بابا اوکیه. براش بخر محسن یه دونه. باشه یه دونه گلم برات آبجیم میخرم. عیبی نداره. باش. گفتم بهت که بخر محسن برات نخره. محسن من من میخرم براش. نه دیگه باید عادت کنی نخره. خب چرا نخره؟ نه دیگه. عادت کنه نخره؟ آره دیگه دوست ندارم. چرا بعد عادت کنه؟ دیگه همه هزینه ها برای نگاره. آره. نه شوخی میکنه. میگم و بهت گفتم که نگار چه کاره است؟ نه. دندون پزشکه. چرا؟
جدا؟ آره دیگه دندون پزشکه. نگاه. آره. بهش نمیاد؟ میخندی. ببینم دندوناتو. آره دندونات خوشگلی داری عزیزم. مرسی. من به همچنین شما چه خوشی دندونا داره باید بیای برای پالیش. آره میدونم یکم بلیچینگ هم میخواد. میدونم اصلا بلیچینگ آره میدونم. نه کارشه دیگه میدونه داستان از چه قراره. آره دیگه چه خبر عزیزم؟ مرسی. تو چه خبر؟ فدای تو قربونت برم. نگار جون یکم اینجا مثلا این حفاظت رد میشه، حفاظت فیزیکی اینجا رد میشه. آره باشه. نه اوکیه نگار اوکیه خودش. بله. رعایت میکنه. نه فکر میکنم مثلا میگیرن اینجا دوتا خانم با یه پسر بشینن. منو نگار رو با هم بگیرن خوبه که دوتا خانم نباشیم باید. نه باشه آبجیه چرا بره. آخه نه گفت میگیرم من گفتم مثلا. آره مثلا خب میگم ولی اگه خواهرشم مثلا شما باید بری. خب یه کاری میکنیم میگم که شما دوتا مثلا رفیقین اگه کسی هم گرفتم. رفیق؟ آره دیگه شما دوتا رفیقین مثلا. من ندیدی مثل این که. ولی خب خوبی میدونی نمیشم ولی خب میدونی حالا موسیقی کی میخواد. آره آخه ما عادت داریم میدونی مثلا آشنا شدیم الان یه هفته است الان خیلی طول کشیده دیگه باید زودتر محسن بیاد. یه هفته است آشنا شدیم. آره بعد خواهر شوهر یه هفته. آره دیگه الان محسن یه هفته باید بیاد دیگه وگرنه میشنوه. خب داری چی میگی؟ قشنگ صدا داره میاد. نه یه شرطی داشتم واسه پایان نامه ارشدم بود گفتم تو تحقیقام کمکم میکنی یا نه. ارشد؟ ارشد نمیخوندی که. چرا مجازی بوده ها عزیزم تو نمیدیدی مجازی. اون 2 سالی که من تهران بودم تو ارشد خوندی؟ من حالا چون نبودم نمیدونم خیلی در جریان درس و اینات نیستم. خب چی تحقیق داشتی میگی؟ هیچی ولش کن. نه خب بگو شاید تونست. نگار خیلی اطلاعاتش خوبه ها. دوست داشته باشی میتونه کمکت کنه. نه با دوستام هماهنگ کردم. خب بعد اونا خیلی کمکم با حدیث و سحر هماهنگ کردم کمکم میکنم. تو حدیث و سحر رو دیدی؟ نه آره دیگه نبینش. عکسشونو نشونت بدم محسن. من می‌خواستم که دوستام گوشیمو کجا گذاشتم می‌خواستم حدیث رو بهت معرفی کنم. نه دیگه نبینش. نه دیگه حالا نگار هست که. خب حالا یهو مثلا دیدی ولی محسن چند ماهه که حدیث رو میشناسه. حدیث کدومش بود؟ نمیشناسم که. ببین نمیشناسم. حدیث ارشد معماری داره دانشجو دکترا میشه. خب آره تازه از قدش بلنده؟ آره. نه من قد بلند دوست ندارم. وای کریم مسلمون نیستی تو. منو دوست دارم. بیشتر قد کوتاه ها مثلا. البته قد نگارم خوبه ها یعنی قدش اصلا کوتاه نیست. حالا نمیشه یکم جا به جا بشینم کنارت بشینم اینجا. خب یکم برو اومدتر روز فاطمه این بر بشین بیا. اشکال نداره. همین یه بار فقط. میگم خب بهش داری چی کار میکنی؟ چرا پنجیر میگیری؟ چرا نیشگون میگیری منو؟ چیو به کی میگی؟ میگم خب به مامان میگم دیگه. میگه به مامانت گفتی؟ میگم آره دیگه. آره خب دیگه باید بیاین دیگه آخه. کجا بیاین؟ خواستگاری دیگه عزیزم. یه هفته خواستگاری؟ آره دیگه واسه همین اومدیم امروز شما رو من ببینم. بعد پشت نه داداش چی شده؟ وایسا چی شده؟ اوکی بگو چی شده؟